به نام خداوند بخشنده مهربان. در ویدیوی قبلی جملات بیانی زمان آینده ساده انگلیسی با ویل و بی گوینگ تو و همچنین جملات سوالی مثبت با ویل و جواب مثبت و منفی بیان شد. اما در این ویدیو جملات سوالی با بی گوینگ تو و جوابهای مثبت و منفی و جملات سوالی منفی با ویل همراه جوابهای مثبت و منفی و کوتاه و بلند بیان می شود. In the name of God, the most gracious, the most merciful. In the previous video, simple future tense English declarative sentences were presented with will and be going to, as well as positive interrogative sentences with will and positive and negative answers. However, in this video, interrogative sentences will be going to and positive and negative answers, and negative interrogative sentences with will are presented with positive and negative answers, short and long. وقتی از I am going to برای بیان آینده استفاده می کنیم، ساختار جمله سوالی به این صورت است. فرمول am جمع I جمع going to جمع فعل ساده جمع بقیه جمله. مثال ها: Am I going to study English tomorrow؟ آیا قرار است فردا انگلیسی بخوانم؟ Am I going to visit my friend this weekend؟ آیا قرار است آخر هفته دوستم را ملاقات کنم؟ Am I going to buy a new phone؟ آیا قرار است یک تلفن جدید بخرم؟ Am I going to travel next month؟ آیا قرار است ماه آینده سفر کنم؟ Am I going to be late؟ آیا قرار است دیر برسم؟ جوابهای کوتاه: Yes you are. بله. No you aren't. خیر. نکته: وقتی شخصی از خودش میپرسد am I، در پاسخ از you استفاده می شود، زیرا پاسخ را مخاطب به گوینده می دهد. در زمان آینده با be going to جمله سوالی منفی به این شکل ساخته می شود: isn't aren't plus subject plus going to plus base verb. isn't aren't جمع فاعل جمع going to جمع فعل اصلی. Aren't I going to study English tomorrow؟ آیا قرار نیست فردا انگلیسی بخوانم؟ جواب کوتاه مثبت: Yes you are. بله تو خواهی خواند. جواب کوتاه منفی: No you aren't. نه تو جواب طولانی مثبت: Yes you are going to study English tomorrow. بله قرار است که شما فردا انگلیسی بخوانید. جواب طولانی منفی: No you aren't going to study English tomorrow. نه قرار نیست که فردا شما انگلیسی بخوانید. Isn't he going to play football tomorrow؟ آیا قرار نیست فردا فوتبال بازی کند؟ Yes he is. بله قرار است. No he isn't. نه قرار نیست. Yes he is going to play football tomorrow. بله قرار است که او فوتبال بازی کند فردا. No he isn't going to play football tomorrow. نه قرار نیست که او فردا فوتبال بازی کند. مثال با she: Isn't she going to visit her mother؟ آیا قرار نیست به دیدن مادرش برود؟ Yes she is. بله قرار است برود. No she isn't. نه قرار نیست برود. Yes she is going to visit her mother. بله قرار است او به دیدن مادرش برود.
No, she isn't going to visit her mother. نه قرار نیست که او به دیدن مادرش برود. مثال با they. Aren't they going to travel next week? آیا آنها قرار نیست هفته آینده سفر کنند؟ Yes they are. بله قرار است. No they aren't. نه قرار نیست. Yes they are going to travel next week. بله قرار است که آنها هفته آینده سفر کنند. No they aren't going to travel next week. نه قرار نیست که آنها هفته آینده سفر کنند. مثال با we. Aren't we going to watch a movie tonight? آیا ما قرار نیست امشب فیلم تماشا کنیم؟ Yes we are. بله قرار است. No we aren't. نه قرار نیست. Yes we are going to watch a movie tonight. بله قرار است که ما امشب فیلم تماشا کنیم. No we aren't going to watch a movie tonight. نه قرار نیست که ما امشب فیلم تماشا کنیم. نکته مهم: در سوال منفی معمولاً میگوییم aren't I going to، اما در جواب چون مخاطب به گوینده پاسخ میدهد I به you تبدیل می شود. جملات سوالی منفی با will همراه با جوابهای کوتاه و بلند. Won't you come to the meeting tomorrow? آیا فردا به جلسه نخواهی آمد؟ Short answer. جواب کوتاه Yes I will. بله من میخواهم. نه من نمیخواهم. Long answers. جواب طولانی Yes I will come to the meeting tomorrow. بله من فردا به جلسه خواهم آمد. No I won't come to the meeting tomorrow. نه من فردا به جلسه نخواهم آمد. Won't she finish her homework tonight? آیا امشب تکالیفش را تمام نخواهد کرد؟ Short answer. جواب کوتاه Yes she will. بله اون تمام خواهد کرد. No she won't. نه اون تمام نخواهد کرد. Long answer. جواب طولانی Yes she will finish her homework tonight. بله اون کارخانگیش را امشب تمام خواهد کرد. No she won't finish her homework tonight. و نه اون کارخانگیش را امشب تمام نخواهد کرد. Won't they visit us next week? آیا آنها هفته آینده به دیدن ما نخواهند آمد؟ Short answer. جوابهای کوتاه Yes they will. بله خواهند آمد. No they won't. نه نخواهند آمد. Long answer. جوابهای طولانی Yes they will visit us next week. بله آنها هفته آینده به دیدن ما خواهند آمد. No they won't visit us next week. نه آنها هفته آینده به دیدن ما نخواهند. Won't he call you later? آیا او بعداً به تو زنگ نخواهد زد؟ Short answer. Yes he will. بله زنگ خواهد زد. No he won't. نه زنگ نخواهد زد. Long answers. جوابهای طولانی Yes he will call me later. بله او بعداً به من زنگ خواهد زد. No he won't call me later. نه اون بعداً به من زنگ نخواهد زد. Won't he learn English tonight? آیا ما با هم انگلیسی یاد نخواهیم گرفت؟ Short answer. جواب کوتاه Yes we will. بله ما یاد خواهیم گرفت. No we won't. نه ما یاد نخواهیم گرفت. Long answer. جوابهای طولانی Yes we will learn English together. بله ما با هم انگلیسی یاد خواهیم گرفت. No we won't learn English together.
نه ما با هم انگلیسی یاد نخواهیم گرفت.